همدیاران عالی قدر، صاحب خرد گفته است که ایجادکار یا عالم را در حیات سه چیز: محبت، مهر و استعداد اصیل همیشه و در همه حالت کامیاب می‌گرداند و مورد توجه دیگران قرار می‌دهد. عالم ادبیات شناسی که با گذشت 80 بهار عمرش در بحر وسیع ادبیات شنا دارد و برای پاس داشتن زبان مادری، ارزش‌های ملی، ادبیات و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و در تحکیم دوستی دو قوم معظم تاجیک و ازبک خدمت‌های برجسته انجام می‌دهد، استاد فرهاد اسامیدینوف میباشد. در دانشگاه دولتی فرغانه چاره‌بینی علمی و فرهنگی بخشیده به 80 سالگی عضو اتفاق نویسندگان ازبکستان، نامزد علم‌های فیلولوژی داتسنت کافدری زبانشناسی فرهاد اسامیدینوف تحت عنوان عنعنه ذواللسانین در ادبیات تاجیک و ازبک برگزار گردید. فرهاد اسامیدینوف برای تأسیس شعبه تاجیکی، رشد فعالیت شعبه تاجیکی خدمت‌های بسیار فداکارانه کردند و می‌کنند. در این پیران سالگی در محیط حیات دانشجویی زیستن و عالمانه کار کردن البته آسان نیست. ما با استاد فرهاد جان اسامیدین که یک مکتب بزرگ زبان و ادبیات تاجیک را در شهر فرغانه تأسیس دادند و شاگردان زیاد آنها البته از پس علم، از پس معرفت، از پس صداقت و وطن میروند. سلامتی میخواهیم، بردباری میخواهیم و آرزومندیم که سالیان زیاد همیشه سلامت و موفق باشند. به استقبال این چاره‌بینی زیاده از 150 عدد مقاله های علمی، زبانشناسی و ادبیات شناسی از جانب عالمان وطنی و خارجی پیشکش گردیدند که مجموع آنها در کتاب ازبک و تاجیک ادبیات ذواللسانین عنعنه گرد آوری یافته است. همچنین کتاب زرورق‌های حیات، مهرنامه دوستان و پیوندان و شاگردان و همکاران استاد فرهاد اسامیدینوف به زیور طب آراسته گردیده است که منعکس حیات و فعالیت 80 سالگی استاد می باشد. Aslida tojik va o'zbek xalqlari ikki tilda gaplashuvchi bitta xalq. Bizning qondoshligimiz, jondoshligimiz asrlarga borib taqaladi. Ayniqsa xalqlar do'stligining boqiy namunasi bu Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiylar bilan bog'liq. Bu undan keyingi paytlarda ham davom etgan. G'afur G'ulom, Mirzo Tursunzodlarning do'stligi ham haykal qo'ygulik darajada, arzigulik darajada namunali do'stlik bo'lgan. Va bugungi kunda bilasizmi, mana shu Farg'ona davlat universitetida tojik tili yo'nalishi ochilganiga ana bir necha yil bo'ldi va bugun dastlabki natijalarini ko'rib quvonyapmiz. Chunki bu yerda nafaqat tojik tili va adabiyot bo'yicha mutaxassislar ixtisoslashib, balki ilmiy sohada ham katta qadamlar qo'yilmoqda. PhD, doktorskiy ishlari himoya qilinyapti va amalga oshirilyapti. Va shu bahonada bizning do'stlik ko'priklarimiz nafaqat qardosh Tojikiston bilan, Eron bilan, Afg'oniston bilan, Pokiston bilan ham bog'lanyapti. Bugungi jarayon ana shularning umumiy natijasi sarhisobi deb qarasak to'g'ri bo'ladi. Biz albatta boshlangan xayrli ishlarimiz yana ham samarador bo'lishini istab qolamiz. انجمن بین‌الخلقی با اشتراک مهمانان عالی مرتبه و عالمان سخنگستر شکوه و شهامت خاص کسب کرد و بار دیگر ثابت نمود که سرزمین فرغانه یکی از گهواره‌های تمدنی بشریت محسوب می‌گردد. پاس داشتن و رشد و ارزش‌های ملی، علم و ادبیات و فرزندان امروز آن از جمله دانش اندوزان نیز ارتباطی قوی دارد. عالم محترم سالهای زیاد و کار مربیگی، آموزگاری مشغول شده، در برابر تعلیم و تربیت مؤلف کتاب‌های درسی، تحقیقات‌های بسیار ارزشمند در ساحه ادبیات و فرهنگ و مردم شناسی می باشند و تمام آفریده های معلم برای نسل نورسی تاجیک و ازبک مواد خیلی فراوان می دهد و امروز اکثر دانشمندان از ولایت آوازدار سوق، از شهر دوشنبه، از وادی زرافشان، از ولایت ختلان، از تمام گوشه و کنار تاجیکستان و از همه ولایت های
جمهوری ازبکستان از ناحیه بسیار آوازه‌دار سوخ باستانی به اینجا تشریف آوردند و جشن این دانشمند را همه یک جایه تجلیل نمودند. باوری دارم که به خاطر عملی شدن سیاست خردمندانه دو رهبر دولت باز هم همکاری ها در ساحه علمی، فرهنگی، معنوی رشد میکند و چنین چاره‌بینی های ارزشمند چی در ازبکستان و چی در تاجیکستان دایر میشد. این کنفرانس با تشبث دانشگاه دولتی فرغانه و در همکاری با شعبه ولایتی اتفاق نویسندگان ازبکستان و شعبه ولایتی مرکز ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان برگزار گردید. در چاره‌بینی مهمانان خاص اهل علم و ادب، عالمان ادبیاتشناس از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ایران و افغانستان شرکت ورزیدند و سخن برآمده در وصف استاد و محیط ادبی تاجیکان ازبکستان اعتبار و غمخواری های دولت نسبت تاجیکان این سرزمین آفتابی اظهار اندیشه کردند. فرهاد اسام‌الدینов کوپروکی بین دو ملت هستند که از اشت زاده شدند و در ازبکستان آمده در فرغانه تاجیکان ازبکان را به یکدیگر پیوستند و امروز ما شکر میگوییم که ما نمایندگان ولایت سوخت در این معرکه اشتراک داریم و ایشان را شادباش گفتیم و خیلی افتخارمندیم که امروز اگر چنده که این معرکه با دو زبان میگذشت گویا که یک زبان بود، چون که هیچگاه تاجیک و ازبک را هیچ کس جدا نکرده است و جدا نمی کند و جدا هم کرده نمی تواند. بگذر از خبر و افسانه افرنگ مشو که نیرزد بجوی این همه کهنه و نو. تو فروزنده تر از مهر منیر آمده ای، آنچنان زی که به هر ذره رسانی پرتاب. درود به تماشابینان ارجمند، ما خیلی ممنونیم که عین حال در شهر فرغانه قرار داریم. ما به مناسبت تجلیل 80 سالگی زبانشناس و ادبیاتشناس نامی، نامزد علم‌های فیلولوژی، دانشمند معروف، دانشمند تصوف محترم فرهاد جان اسام‌الدینov آمده ایم. تنتنه خیلی در سطح بلند بگذشت و یک نکته را گفتنی هستیم که خود فرهاد جان اسام‌الدینov در حقیقت هم مانند یک پل بودن بین مردم ازبکستان و تاجیکستان، چرا که برای زنده نگاه داشتن، ترویج و رونق نمودن همین دو زبانی هم ازبکی هم تاجیکی اینقدر خدمت‌های نظررس کرده ایستادند تا به امروز و شاگردان زیادی را تربیت کرده ایستادند. بر ضمن آن برای مستحکم‌تر گردن ارتباط بین دانشگاه‌های فرغانه و دانشگاه خوجند و دانشگاه حقوق بیزنس سیاست پیوسته جهدها تلاش‌ها دارند و همیشه در این آن کنفرانس‌های ما اشتراک می‌کنند. نماینده‌های ما از اینجا می‌آیند، همش با آن خاطر که احترام بلند این استاد داریم. در سیمای این استاد ما همان فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی فرغانه را پیش نظر می‌گیریم تا با رکتورشان که بسیار انسان فرهیخته هستند، دانشمند فاضل هستند. من امروز ما خیلی شاد گردیم که برآمد کننده های این کنفرانس که شده بود اونجا بابت پهلوهای زندگی نامه زیبای همین یک شخصیت معروف انسان ناتکرار فرهاد جان اسام‌الدینov حرفهای خیلی و خیلی ارزانی داشتند. من گمان میکنم بودن هستی همین گونه شخصیت ها این یک افتخار ملت است. برای همین هم زنده و پاینده باد چنین شخصیت های معروف به مانند فرهاد جان اسام‌الدینov. با تعبیر صاحب دل گویم زندگی صحنه است و در آن نفر غالب خواهد بود که زندگی کرده است و زنده مانده. حکمت آن را نفران درک خواهند کرد که توانستند با همه کشمکش ها زندگی خوبی را سازمان دهند. فرهاد اسام‌الدینov یک نفر هم زاده تاجیکستان هم فرزند ازبکستان هستند و در فعالیت خودشان برای دوستی همین دو خلق خیلی خدمت‌های بزرگ کردند. برای پیشرفتی معنوی فرزندان ازبک و تاجیک خیلی خدمت‌های بزرگ کرده ایستادند و خودشان هم همچون یک انسان خوب، یک انسان
بزرگ امروز هم همون نیرو همون انرژی جوانی را دارند که ما چند مرتبه به دانشگاه دولتی فرغانه تشریف آوردیم و از فعالیت پرثمر استاد خیلی باخبر شدیم و تمام عمر استاد، تمام فعالیت استاد برای ما خیلی آموزنده است. سال 2009 استاد فرهاد اسام الدین اهل علم و ادب انگرین را سرجم نموده محفلی سپیده دم را تشکیل نمودند. مقصد و مرام اعضایان این محفل زنده داشتن و ادامه دادن نظم و نثر و موسیقی سنتی فارسی تاجیکی است. تا حال محصول خامه اعضایان محفل در شکل مجموعه‌های دست جمعی 2 بار نشر گردید. حق و جانب رودکی است که گفته بود هر که ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد ز یک آموزگار. آموزگار این حیات است. ما از حیات می‌آموزیم و حرکت میکنیم که به حیات برگردانیم. ما اگر این محفل ادبی بدیعی فرهنگی را آغاز نمیده باشیم زیاده از 20 کتاب تالیف نمیدیم و به خوانندگان پیشکش نمیدیم. ما البته خیلی جوانیم نسبت دایره های ادبی بخارا، سمرقند، ترمز، فرغانه ما جوانترین هستیم. لیکن ما با وجود آنکه کم شمار هستیم، جوان هستیم، لیکن حرکت داریم که ما هم از این محفل های از دایره های ادبی قفا نمانیم. استاد پروفسور اکادمی علمی بین الخلقی، اکادمیک اکادمی فنهای توران محسوب می‌گردند. زیاده از 50 نفر شاگردان مکتبی و دانشگاهی استاد در المپیادهای فنی سزاوار جایهای فخری گردیدند. استاد فرهاد اسام الدینف الحال به صفت دادسنت دانشگاه دولتی فرغانه فعالیت مهنتشان را ادامه داده از فن تاریخ ادبیات تاجیک به دانشجویان رویه تاجیکی فاکولته فیلولوژی سبق می‌آموزانند. استاد زیاده به من حق استادی دارند، زیرا که اسرار علم و ادب را من از استاد آموختم و از نام یک سرلشکر بزرگ اسکندر مخدونی در حق استاد خود چنین گفته است که من امروز اقتباس آوردن همان گفته اسکندر مخدون را لازم می‌دانم. اسکندر میگوید از معلم خویش آنقدر قرض دارم که از پدر خود از پدر حیات گرفتم، ولی از ارسطو به چیز مالی گشتم که میتوانم حیاتم را یک عمر نکو گذرانم. و من هم همچنین گفتنی هستم که از استاد آنقدر قرض دارم که علم و ادب را آموختم و خرد را آموختم و به این وسیله میتوانم حیاتم را یک عمر نکو گذرانم و از استاد منتدار هستم. و در آخر میگویم که ای معلم، مرد صاحب احترام، نیک سیرت، نیک نیت، نیک نام، از تو بگرفتم سبق در زندگی، از تو منتدار هستم من مدام. بگذار استاد 100 ساله شوند و 100 سالگی استاد را همین خیلی با خرسندی جشن گیریم. مؤلف کتاب‌های درسی زبان تاجیکی برای صنف‌های 5، 8، 9 کتاب و رساله‌های عنوان‌های ادیبان، ازبک ادبلرنین عنوانları، زولسانین ادبلر، گلچین ابیات برگزیده، چهره‌های انگرین در هم‌مؤلفی، اسرار رقم‌ها و غیره در نشریات‌های گوناگون ازبکستان به طب رسیدند. فرهاد اسام الدینف مؤلف بیش از 150 مقاله علمی اسلوبی و معرفتی میباشند. حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. گر پدر از حیات بهره دهد، استاد از نجات بهره دهد. گر پدر تربیت کند 100 سال، ناز و نعمت تو را دهد به کمال. نروی تا به خدمت استاد، علم و عرفان کجا بگیری یاد. من حق دارم که یک عمر خدمت استاد کنم، چرا که 5 سال برادروار پدروار سر من سیله کرده، با پند و اندرزهای خودشان به من و کل شاگردان موعظه ها، نصیحت ها برای در کار و بار آموزگاری تا چه اندازه زحمت کشیده فرزندان خلق را همچون انسان کامل
تربیت کردند، البته رهبری راهنمایی نمودند. امروز بینید که از هر ولایت جمهوریمان صدها شاگردان با فخر میگویند که من شاگرد استاد فرهاد عصام‌الدین هستم. از چهره پرنور نشاط استاد همیشه جلای مهر هویداست و دیدارشان دل را منور می کند. فرهاد عصام‌الدینوف رسم خوبی تاجیکانه را ادامه داده آغوش می گیرند و برای دیگران نیز آداب معلومات را می آموزاند. دوست آید گرم در آغوش گیر. رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. استاد نه به خاطر سن سال و یا عنوانهایشان صاحب احترامند، بلکه هم زبانی، هم دیلی، هم اندیشگی و از همه مهمش انسانیگری و معاملات خوبی انسانی استاد را ارجمند گردانده چون غواصی ماهری بحر زندگی به اوج کمالات رسانده است. وطنم به من معلومات داد، وطنم مرا پرورش کرد. من تا جان دارم البته برای وطن خود خدمت کردنم در کار. رودکی گفته بود برافزی تجربه روزگار بهره بگیره که برای دفع حوادث را به کار آید. من هم از حیات میگیرم و به حیات برگردانده میتیم. استاد 40 سال حیاتشان را به خدمت استادان و دانشمندان، پیران طریقت علم و ادب و فرهنگ بخشیدند. ذره ذره، قطره قطره عالم معنوی خود را بای و رنگین گردانیدند و اینک خودشان چون یک نفر استاد تام و پیری هدایت به شاگردان و پیروان درس آدمیت و کمالات و معنی میدهند. در این راه با استاد پیروزی های بی‌نظیر تمنا داریم. خدا حافظ.